سلام، خوش اومدین به آخرین ویدیوی من توی فصل تابستون. دیگه این آخرین ویدیو آخرین چارمه که من تو فصل تابستون میسازم. آخرین 4 ماه ستاره دریاییه، میسازمشون، درست میکنم، آماده میذارم دیگه. حالا یا فروش میره یا نمیره دیگه، چون که الان همه رفتن پیشواز فصل پاییز. 4 ماه پاییزی اومده بیرون، لباسای پاییزی. ولی خب تو شهری که ما هستیم یه مقدار هنوز هوا گرمه، شباست که یه مقدار خنک میشه، ولی روز هنوز هوا گرم و کولرها روشن. حالا میریم سراغ ساخت این 4 تا ستاره دریایی. اول از همه جعبه جادوییمو میارم. خب این دفعه میخوام اینا رو بهشون اضافه کنم با از این زنجیرهای طلایی. زنجیرهای طلایی هم همه یه اندازه جدا بکنم. 4 تا زنجیر جدا کنم. اندازه‌شون باید یکی بشه. سعی میکنم یکی بشه، ولی حالا کم و زیادم داره دیگه. خلاصه این فصل تمومه و به آخر تابستون رسیدیم و باید فکر کارهای جدید باشم، رنگای جدید. زنجیر این 3 تا، یکی دیگه میمونه و اینم 4می. خب 4 تا زنجیر جدا کردم. حالا این 2 تا هست که میذارم پایین این صورتی ها و 2 تا کش دارم که این 2 تا رو به اون آبی ها اضافه کنم. 4 تا حلقه ور میدارم دیگه. 4 تا از این آویزا، اینم 4 تا. خب فعلا تا اینجا کافیه. اگه چیزی خواستیم دوباره درشو باز می‌کنیم. حالا میریم سراغ اولینش. خب که حلقه داره، حلقه رو بزنم به زنجیره. دیگه این گیره هست. خب گیره رو میندازیم اینجا، اینو هم میذارم اینجا. حالا میمونه این خوشگله. طرف نشونتون خیلی خوب شد بچه ها، ببینی زنجیر طلایی هم خیلی باحاله. میتونم یه مقدار زنجیرم کوتاه‌تر بکنم. بذاریم یه ذره زنجیر کوتاه‌تر بکنیم ببینیم چطور میشه. اگر زنجیر کوتاه‌تر بشه شاید یه ذره بهتر بشه. آره احساس کنم زنجیر کوتاه‌تر بشه بهتر. هی میفته از دستم. آره زنجیر رو نگاه کنیم کوتاه‌تر کردم، اینجور خیلی قشنگ‌تره. خب این هم از اولیش. میریم سراغ بعدی. خب 2 تا حلقه‌شو کم کنم.
حالا میمونه یه دونه از این به این حلقه اضافه کنم. حالا حلقه بالا رو باز میکنیم. این و یه دونه ستاره و یه دونه از این آویزا هم اضافهش میکنم. خیلی خوب شدن اینا. آخرین رنگای تابستونمونه. ببینید این هم اینو این دوتا صورتی ها. حالا میمونه دوتا آبی. خب برای پاییزم تم پشت سرم عوض میشه، رنگای پاییزی میشه. تمو که عوض کردم چارم پاییزی میسازم. سابسکرایب کنین، دنبالم کنین تا کارهای جدید رو با هم دیگه انجام بدیم و ببینیم. خب حالا یه دونه از اینا به پایین زنجیر میزنم. خب حالا برای بالای زنجیرم حلقه میخوایم دوباره. یه دونه دیگه از اینا رو کم کنم زنجیرش بلند نشه. زنجیرش زیاد بلند نشه. خب خب حالا زنجیر آویز و این ستاره آبی. ببینید اینا خیلی خوب شدن. این هم از سومیش میمونه آخرین چارم تابستونی من. تابستونم تموم شد، بریم سراغ فصل جدید. دفعه برعکس شد. اول اینا رو آویزون میکنیم، بعد این کش رو میزنم پایینه، زنجیرم. خب این هم از این کار من تموم شد دیگه. این هم آخریش کار من تموم شد. فصل تابستون اولین ویدیوم دیگه واسه فصل پاییز میفته، واسه فکر کنم 4 یا 5 مهر ماه، چون که دیگه ویدیوهای بلندم رو ساختم. با ویدیوهای کوتاه سرگرم باشین تا پاییز شروع بشه و ویدیوهای بلند رو واسهتون بذارم. دوستتون دارم. تا ویدیوی بعدی.